سلام به همه. خوش اومدید به یک ویدیو جذاب دیگه. 12 علامت که شاید رابطتون دوامی نداشته باشه. هیچ چیزی با شدت و شور و شوق روزهای اول عاشق شدن قابل مقایسه نیست. وقتی عینک صورتی عشق رو به چشم میزنیم، حاضریم تقریباً هر ایرادی رو تو اون آدم جدید و جذاب نادیده بگیریم. اما راستش رو بخواین، این دوره متاسفانه همیشه دوام نداره. همینطور که رابطه جدی‌تر میشه، احساسات یکم آرومتر میشن و اون ایرادای کوچیکی که قبلا نادیده گرفته بودیم واضح‌تر به چشم میان. معمولاً مشکلاتی که بعداً تو رابطه پیش میان همونهایی هستن که از همون اول به شکلی وجود داشتن. البته نگران نباشید یکم اختلاف و درگیری کاملاً طبیعی و حتی سالمه. این تعداد و میزان مشکلاتی که تعیین میکنه آیا این قضیه طبیعیه یا یه زنگ خطر قرمز بزرگه که نشونه پایان نزدیکه. دوست دارید بدونید این علائم هشدار دهنده چی هستن؟ بزن بریم. 12 نشانه اولیه که شاید رابطتون دوام نیاره. رابطتون فقط بر اساس جاذبه رمانتیکه. جاذبه رمانتیک خیلی مهمه، اما باید بخشی از پیوند قوی شما باشه، نه تمام اون. یه رابطه سالم و محکم نیاز داره که غیر از عشق شما و پارتنرتون علایق مشترک، اهداف مشترک، تجربیات مشترک و یه زمین بازی مشترک هم داشته باشید. بدون اینا پایه رابطه سست میشه، مثل اون داستان بچه‌ها که خونه‌شون با یه فوت خراب شد. 2. از دوستاشون خوشتان نمیآید. حتما شنیدین که میگن بگو دوستات کیان تا بگم خودت کی هستی. یه حقیقتی تو این حرف هست. درسته که شما و پارتنرتون باید دوستای جداگانه داشته باشید، اما وقتی نسبت به حلقه اجتماعی هم کلاً حس نفرت فعال وجود داره، یه جای کار میلنگه. چون دوستا تا حدی انعکاسی از شخصیت خود فرد هستن. این موضوع میتونه نشون بده که شما در عمق وجودتون اون کسی که باهاش هستید رو دوست ندارید. 3. تمام وقتتان رو با هم میگذرانید. از اون طرف آیا پارتنرتون تنها کسیه که میبینید و همه رو از زندگیتون حذف کردین؟ زیاد وقت گذروندن با پارتنر ممکنه به مرور زمان هویت شخصی شما رو از بین ببره. درسته که گفتن تو تمام دنیای منی خیلی رمانتیکه، اما اگه واقعا اینطور باشه یعنی شما برای تعریف هویت و خوشبختیتون به اون فرد وابسته شدین. این نه سالمه و نه قابل دوام. 4. احساس میکنید رابطه یک طرف است. اینکه پارتنرتون به شما بگه دوستتون داره و بهتون اهمیت میده یک طرف قضیه است. اینکه تو حرفا و عملش هم نشون بده یک طرف دیگه. آیا همیشه شما شروع کننده ی مکالمات یا برنامه‌ریز قرارها هستید؟ آیا حس میکنید خیلی بیشتر از چیزی که دریافت میکنید دارید مایه میگذارید؟ رابطه میدان رقابت نیست، اما هر دو طرف باید برای حفظش تلاش کنن. 5. احساس کنترل شدن دارید. آیا دائم میبینید که نظرات و تصمیمات شما نادیده گرفته میشن؟ یا یه تصمیمی بدون نظر شما گرفته میشه و ازتون انتظار دارن بدون حرفی قبول کنید؟ این میتونه به این معنی باشه که پارتنرتون برای شما و احساساتتون احترام قائل نیست. روابط سالم نیاز به احترام متقابل دارن و عدم تعادل در این مورد نشونه خوبی نیست. 6. نمیتونید خود واقعیتون باشید. همه میدونیم که برخورد اول چقدر مهمه. خوب لباس میپوشیم و لبخند میزنیم. اما در یه رابطه جدی و سالم نباید بعد از 100مین یا 200مین دیدارم هنوز نیاز باشه نقاب برخورد اول را بزنید. اگه هنوز احساس میکنید برای بودن با پارتنرتون نیاز به آماده سازی زیاد دارید، این یه نشونه مهم برای دردسرای پیش روست. 7. احساس میکنی تو رو نمیپذیرند. پارتنرتون دائم به بهانه بهتر شدن از شما انتقاد میکنه. از طرز لباس پوشیدن گرفته تا حرف زدن. انگار یه آدم دیگر رو میخواد، نه کسی که الان روبروشه. ممکنه اولش برای نجات رابطه سعی کنید همراهی کنید، ولی واقعیت اینه که شما دارید خود با ارزش و منحصر به فردتون رو قربانی کسی میکنید که ارزش شما رو نمیبینه.
شما لایق این هستید که مثل یک الماس با شما رفتار بشه، نه یه تیکه زغال که نیاز به تراشیدن داره. 8. دائم با هم دعوا می‌کنید. درگیری‌های گاه به گاه و مدیریت شده بخش نرمال و سالمی از رابطه است. اما اگه این درگیری‌ها دائمی و شدید باشن، به خصوص در اوایل رابطه، نشونه واضحی از عدم سازگاریه. همه انرژی رابطه صرف بحث و جدل میشه و فرصتی برای صمیمیتر شدن نمیمونه. این نه سالمه و نه برای یک رابطه طولانی مدت قابل تحمله. 9. به همدیگه اعتماد ندارید. روابط پایدار نیاز به اعتماد متقابل دارن. اعتماد باعث صمیمیت، صداقت و آسیب پذیری میشه که همشون پیوند رو قوی‌تر میکنن. اگر اعتماد وجود نداره و شما دائم دارید یواشکی موبایل پارتنرتون رو چک میکنید یا به دوستاش زنگ میزنید تا چکش کنید، مشکل جدیه. این مسائل خودشون حل نمیشن. یا یاد میگیرید اعتماد کنید یا رابطه تموم میشه. 10. اونها معمولاً با بقیه بی‌ادب هستن. آیا از اینکه پارتنر مهربان و آرومتون با گارسون بیش از حد بی‌حوصله و بدرفتار بود شوکه شدید؟ این یه زنگ خطره که پارتنرتون با شما یه جور رفتار میکنه و با بقیه یه جور دیگه. اگر مدام مثل دکتر جکیل و مستر هاید عمل میکنه و با شما مهربونه اما سر راننده یا بقیه داد میزنه، باید هوشیار باشید. شاید فقط دارن یه نقاب برای به دست آوردن شما میزنن. 11. رفتارشان پرخاشگرانه منفعل یا پسیو اگریسیو است. وقتی پارتنرتون پرخاشگرانه منفعل رفتار میکنه، مثلا با کنایه صحبت میکنه، از ارتباط مستقیم فرار میکنه یا کینه به دل میگیره، نشون میده که ارتباط دو طرفه شما مشکل داره. عصبانی و ناراحت شدن از هم اشکالی نداره، اما باید در موردش با وضوح و سازنده صحبت کنید. این رفتارهای منفعلانه به رابطه آسیب جدی میزنن و اگه ادامه پیدا کنن، رابطه از بین میره. 12. زمانبندی مناسب نیست. گاهی اوقات هر چقدر هم که دلتون بخواد با کسی باشید، زمانبندی اجازه نمیده. شاید شما در مراحل مختلفی از زندگی هستید یا مسیرهای متفاوتی برای آینده دارید. شاید شما هنوز آماده نیستید یا میخواید اول روی درس و کارتون تمرکز کنید. دلیلش هر چی که باشه، اگه زمان مناسبی برای هیچ کدومتون نیست، ممکنه به معنای پایان تلخ رابطه باشه. به یاد داشته باشید که هیچ رابطه‌ای عالی نیست. ما اغلب تو روابطمون کمتر از اون چیزی که شایستش هستیم میپذیریم. امیدوارم با دیدن این نشانه ها یاد بگیریم که وقت و ارزش خودمون رو بهتر ببینیم و برای خودمون ارزش قائل باشیم. حالا نوبت شماست. آیا تا به حال با همچین نشانه‌هایی مواجه شدید؟ نتیجه چی شد؟ در حال حاضر موضوع مشابهی توی زندگیتون هست؟ تجربیاتتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید. ممنون که تماشا کردید و یادتون نره برای اینکه رابطتون با ما پایدار بمونه، لایک کنید، به اشتراک بذارید و سابسکرایب کنید. به زودی میبینمتون.